ژن یا محیط کدومش بیشتر تو افسردگی تاثیر داره؟ سلام، من حافظم و اینجا کانال درمان به طور خلاصه است. میخوایم ببینیم که این همه در مورد بیماری افسردگی صحبت میکنن و عللش رو بیشتر دارن به صورت ژنتیکی مطرح میکنن. هر جا میری پیش هر روانپزشک و هر روانشناسی که میری داره میگه علت اساسی بیماری افسردگی به صورت ژنتیکیه. بیام یه خورده اینو بررسی بکنیم، ببینیم که مقالات چی میگن، ببینیم که چه مقالاتی صورت گرفته و اصلا اصل داستان چیه، علت افسردگی چی میتونه باشه. خب قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنم، شما میتونید، البته تو ایران که نه، شما تو کشورهای خارجی میتونید از این کیتایی که دارین میبینین تهیه بکنید و دی ان ای خودتون رو بدید به آزمایش، بدین آزمایش و اون شرکت، حالا شرکت های مختلفی هستن که دارن قیمت ها رو روز به روز میارن پایین. این شرکت ها به شما میگن که شما به صورت ژنتیکی ریسک ابتلا به چه بیماری هایی رو دارید. مثلا ممکنه یک شخصی در یک خانواده ریسک ابتلا به میگرنش بالا باشه، یا اسکیزوفرنیش بالا باشه، یا حتی بیماری افسردگیش. و اینا با بررسی هایی که میکنن میتونن به شما بگن که شما در معرض ابتلا به چه بیماری هایی هست. و خب تو روانپزشکی خیلی اهمیت داره، تو بیماری های داخلی اونقدر اهمیت نداره. چرا؟ چون روان شما تأثیری به اون صورت در بیماری داخل شما نداره، ولی کافیه به یکی بگن که شما افسردگی داری یا احتمال ابتلا به افسردگی بالاست. خب طبیعیه که بعداً میگم چه اتفاقی میفته. دو تا سوال مهم: اینکه شما فکر کنید بیماری شما ژنتیکیه، آیا تأثیری در سیر اون دارد یا نه؟ این سوال خودتون بپرسید. الان به شما بگن شما ژنتیک مستعد افسردگی دارید، چه حالی بهتون دست میده؟ سوال دوم: اینکه فکر کنید یه بار ژنتیکی برای افسردگی دارید، آیا رو رفتار شما تاثیر میذاره؟ بریم ما هم ببینیم که نتایج و تحقیقات چی میگن. وقتی میگن استعداد ژنتیکی داره یعنی چی؟ استعداد ژنتیکی چقدره و چه زمانی بروز میکنه؟ و ببینید، حالا داریم میریم جلوتر میبینیم با هم تحقیقات داره نشون میده، هم تحقیقات خیلی زیادی است، با هم میبینیم تحقیقات نشون میده اگر به یک فردی بگن شما استعداد ژنتیکی داری، روان اون فرد یه خورده به هم میریزه و شروع میکنه به بازسازی خاطرات گذشتهش، اینکه در دوران ابتدایی راهنمایی یا دبیرستان چه حال هوایی داشته، یا اینکه در فلان تاریخ چه اتفاقی افتاده، اینا رو میره برمیگرده و شروع میکنه به بازسازی. خب افسردگی چیه؟ شما تصور کن یه روز آفتابیه، همه جا پر از رنگ و زندگیه، اما تو انگار یه سایه سرد و خاکستری افتاده رو بدنت، حس میکنی این یه لحظه است، ولی غافل از اینکه این حس اومده باهات باشه و ممکنه حتی تا آخر عمر رهات نکنه. میتونه حتی ماه‌ها و هفته‌ها طول بکشه. چرا مهمه؟ افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی در جهانه. حدود 264 میلیون نفر مبتلا داره و نه تنها بر کیفیت زندگی خود اون فرد تاثیر میذاره، یه تاثیر زیادی رو اقتصاد جامعه داره. اینکه یک فردی، مثال دارم میزنم، درگیر افسردگی نمیتونه درسش رو ادامه بده، درسش رو نیمه کاره رها میکنه، اینکه چقدر هزینه میگیره تا درمان بشه و درمان شاید جواب نده، اینکه ممکنه چه بلاهایی سر خودش و خانوادهش بیاره و همه اینها باعث اهمیت این بیماری شده. و طبیعیه که شما فکر کن درگیر بیماری شدی، یه سردرد ساده ممکنه خوب بشه، ولی افسردگی انگار اومده که باید بمونه، انگار اومده که دور از حضور پدرتو در بیاره. چه علائمی داره افسردگی؟ علائم و نشانه‌ها: احساس غم و ناامیدی، کاهش انرژی و خستگی، تغییرات در خواب، میتونه خوابت زیاد باشه یا کم باشه، تغییرات در اشتها، همینطور کاهش افزایش، مشکل در تمرکز و تصمیم گیری، احساس بی‌ارزشی یا گناه، افکار خودکشی یا مرگ. علائم خیلی زیاده ولی بسنده کردم بشه. خب افسردگی و ژنتیک، چقدر افسردگی ما با ژنتیک عجین شده؟ ببینید مطالعات نشون میدن بعضی ژن ها، مثلا اینکه ببین افسردگی میگن ژنی منتقل میشه، آیا مثلا اینو نگاه بکن، به فرض که این مثلا دی ان ای ماست، آیا واقعا این یه دونه ژن افسردگی خاص و رو افسردگی تاثیر داره به نظرتون؟ من با تحقیقات بهتون ثابت میکنم که اینجوری نیست، یک ژن خاص افسردگی نداریم. ببینید ما یه سری ژن ها داریم مرتبط با انتقال دهنده های عصبی مثل سروتونین و دوپامین که خب به لحاظ فیزیولوژی بخوایم نگاه بکنیم، عامل افسردگی کاهش سروتونین و دوپامینه در بدن. اینا میتونه با انتقال اون ژن ها مرتبط باشه، میتونه نحوه عملکرد اونها رو
مختل بکنه و رو مغز و سیستم عصبی شما و سیستم شیمیایی مغز شما تاثیر بزنه. چه عوامل محیطی اصلا دخیل هستن. ببین استرس، فشارهای مالی، شغلی، خانوادگی به بروز افسردگی کمک میکنه. طبیعیه تو جامعه ما این فشارها زیاده. روابط اجتماعی، شما اگر در خانواده بد و پر استرس و یک مدرسه بد، یک محیط کار بد که عدم حمایت اجتماعی به شما بده، اون حمایت لازم رو به شما نده، وجود داشته باشی، خطر ابتلا به افسردگی به شدت میره بالا. تعامل بین ژنتیک و محیط، میگن افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد افسردگی هستند ممکنه در مواجهه با استرس‌های محیطی در معرض ابتلا به این اختلال قرار بگیرند. خب خیلی اصلا واضحه، شما یک دانه‌ای رو داری میکاری، اگر بهش نور بدی، دما بدی، آب بدی، این شرایط مساعد میشه. اون بلگوه یک درخته و شما داری شرایط رو فقط براش مساعد میکنی که اون رشد بکنه. افسردگی هم همینه. ممکنه این ژن‌ها، این طیف ژن‌ها در بروز افسردگی تاثیر داشته باشه، ولی شرایط محیطی مناسب باعث بشه که اون. خب بریم سراغ مقالات. این از اینجا به بعد دیگه حرف من نیست، حرف مقالات. خب اومدن یک جامعه خیلی زیادی رو بررسی کردند به وسیله آزمایش‌های مختلف که روش‌های آزمایشش هم متفاوته، که ببینن آیا افسردگی چجوری اصلا به صورت ژنتیکی منتقل نمیشه. و یه سری آزمایش دیگه هست که خیلی کمک میکنه. شما اگر فردی در خانواده مبتلا به افسردگی دارید و رفتین پیش روانپزشک و روانشناس، بهت گفتن که افسردگی شما ژنتیکیه، لطفاً با من همراه باش. ادامه این خیلی مهمه، خیلی کمک میکنه. مطالعات زیادی انجام شده. اولا اینم بهتون میگم افسردگی چند ژنی هست، یعنی یک ژن خاص دخیل نیست. مجموعه‌ای از ژن‌ها به ابتلا در افسردگی تاثیر دارن. حالا اینا یه خورده تخصصیه، برای دانشجوی روانشناسی تهیه کرده بودم، اما نکته مهمی که از اینجا میتونم بهتون بگم اینه که ژنتیک حدود 40% از افسردگی رو شامل میشه و مابقی 60% بقیه حدوداً کم و زیاد داره. 60% بقیه به عوامل محیطی و تروما و شرایط زندگی بستگی داره. بریم سراغ مقالات. ببین یه مقاله اومدن بررسی کردن. شما فکر کن مثلا یه کیته. بله. شما فکر کن، بریم سراغ مقالات. لبوویتس، آقای لبوویتس اومده آزمایش‌های مختلفی انجام داده. یک کیتی رو شما تصور بکنید دادن به من، گفتن که ببین می‌خوایم برای شما صفات شخصیتیت رو بررسی بکنیم، این آزمایش رو شما انجام بده. چی بوده این کیت؟ آیا کیتی برای تشخیص افسردگی وجود داره؟ نه خیر، فعلا وجود نداره. الا اون چیزی که اولش گفتم، شما میتونید بعضی از صفات رو احتمالش رو بسنجید. آیا کیتی برای افسردگی وجود داره؟ نه خیر. اومدن یک کیتی رو دادن به مثلا من. کیت چی بوده؟ کیت آزمایش قند خون بوده. گفتن که آقای حافظ جعفری شما بیا اینو استفاده کن، ما میریم صفات شخصیتی تو رو ارزیابی میکنیم، اگر خواستی برای شما افسردگی رو هم ما آزمایش میکنیم که ببینیم آیا افسرده هستی یا آیا احتمال ابتلا به افسردگی داری یا نه. این چی بوده؟ گفتم تست قند خون. میان فقط به افراد میگن قبل از اینکه اینو استفاده بکنی دهانشویی استفاده بکن. دهانشویی چی داره؟ گلوکوز داره. درسته؟ خب پس نتایج آزمایشات مختلفه. بعضیا دهانشویی استفاده میکردن که این مثلا رنگش میشد قهوه‌ای، بعضیا استفاده نمیکردن رنگش میشد سبز، بعضیا اصلا اینو استفاده نمیکردن که خب اونم تشخیص میدن دیگه. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد از اینکه این کیتو استفاده میکنن و میگن شما احتمال ابتلا به افسردگی بالاست، میان چند تا سوال از طرف میپرسن، از من میپرسن. میگن آقای حافظ جعفری آیا فکر میکنی در طول عمر خود حداقل دوره افسردگی داشتی یا نه؟ جواب قطعا ندارم، احتمالا ندارم، نمیدونم، شاید داشتم، قطعا دارم. 5 تا سوال، 5 تا جواب. خب بریم ببینیم نتایج به چه صورته. ببین باور به تجربه حداقل یک دوره افسردگی در طی عمر آزمایش اول 429 نفر. خب 429 نفر باور به تجربه حداقل یک دوره افسردگی در طول عمرشون رو داشتن. خیلی مهمه ها، نگاه میکن. به بعضیا تصویر رو نگاه بکن، به بعضیا گفتن شما ژنشو نداری. خب سوال که ازش پرسیدن نمرش شده 2. یعنی باز یه فکرایی میکنه که ببین من حداقل یه بار افسرده شدم. به اونی که گفتن تو ژن افسردگی داری
2.68 یعنی 68 صدم باورش به این شده که این افسرده است. حداقل یک دوره 2 دوره افسردگی رو تجربه کرده. بعد اومدن گفتن که ببین آقای حافظ جعفری، شما بیا این فیلم رو نگاه بکن. ما تو این فیلم توضیح دادیم، بهت آموزش میدیم که ژنتیک همه چیز نیست. خب ژنتیک همه چیز نیست و شما میتونی با کمک مثلا سبک زندگی سالم، با کمک یه سری حالا عادتهای خوب، این احتمال ابتلا رو بیاری پایین. میبینن چقدر؟ به اندازه 18 صدم، حدودا 18 صدم میشه دیگه. بله، به اندازه 18 صدم دوباره باور افراد عوض شده، یعنی 2.68 شده 2.5. یعنی باز آموزش یه خورده اون باوره رو آورده پایین. این باوره ها بچه‌ها، طرف باور داره به این که به افسردگی مبتلا شده. یعنی حتی آموزش، یعنی اگر اینجا رو میخوام بگم، ببین ما به یه نفر میگیم که شما افسردگی دارین و احتمال و طرف در ذهنش باور به این که افسرده است، عددش رفته بالا. بعد بهش یاد میدیم که آقا اینجوریه، فیلم بهش نشون میدیم، بهش فیلم نشون میدیم و بهش آموزش میدیم که آقا ژن همه چیز نیست. باز اونقدری اون باوره شل نشده. خیلی مهمه. بریم آزمایش بعدی. نکته: اگر به فردی بگیم ژن افسردگی داریم، باورهای افراد و نگرش افراد رو عوض میکنه و افراد خودشون رو افسرده تر از اونی که هستن نشون میدن. به همین راحتی. حتی اگر بهشون توضیح بدی که داشتن ژن سرنوشت شما رو عوض نمیکنه. ببین منی که نشستم اینجا میگم که ببین یادم میاد من تو دوران دبیرستان یا تو دوران راهنمایی خیلی گوشه‌گیر بودم، خیلی افسرده بودم، مدام گریه میکردم، مدام فکرهای مختلف میومد تو ذهنم. یه نکته خیلی مهم اینه که خاطرات ما رو به گذشته بازسازی میشه دوباره. یعنی شما میتونی برگردی به گذشته و اونطور که میخوای خاطراتت رو بازسازی کنی. به خاطر همینه گاهن خاطرات برای ما شیرینه، با اینکه شیرینی خاصی تو اون دوران احساس نمیکردیم و تو لحظه حال حتی. خب اومدن یه آزمایش دیگه گرفتن، خب، و تعداد افراد زیادی رو دوباره آزمایش کردن. نه حالا این یه خورده تخصصیه، من برای دانشجوی روانشناسی اینو آماده کرده بودم. به صورت خلاصه میگم، دوباره آزمایش میگیرن از یه تعداد مختلف و به یه عده میگن شما ژن افسردگی داری، به یه عده میگن شما ژن افسردگی نداری، و به یه عده که میگن شما ژن افسردگی داری دوباره بهشون آموزش میدن. یه نمره‌ای هست، نمره بک اصطلاحاً بهش میگن، که مخصوص همین آزمایشه که بتونن اونو بسنجن، بتونن اون باور افراد رو بسنجن. این که به افراد بگیم شما به طور مادرزادی یه چیزیتون هست و مغزت ایراد داره، این افراد به طور متوسط 5 شماره بیشتر خودشون رو در ماه گذشته افسرده تر دیده بودن. 5 شماره بیشتر. نگاه بکنید این قسمتی که من دارم موضوع تکون میدم، اینجا گفتن شما ژن داری و نسبت به این که ژن غایب داره، یعنی بهش گفتن شما ژن نداری، 5 نمره خودش رو در ماه گذشته افسرده تر دیده، یعنی با یک حرف. وقتی آموزش‌های لازم رو بهش ارائه دادن که اگر ژن دارین حتما محکوم به ابتلا نیستی، باز هم نمره آزمون اونها چی بود؟ 3 نمره بالاتر از گروه دیگر بود که بهشون گفته بودن شما ژن نداری. صرف یک کلام، صرف یک صحبت باعث میشه که آدم‌ها احتمال ابتلا به افسردگیشون، من حس میکنم، بالاتر بره و باورشون به این که افسرده هستن بیشتر بشه. خیلی باید مکث رو گرفتم. خیلی باید شما دقت بکنید در صحبتتون با یک فرد افسرده. این که شما میبرید پیش یک روانشناس و روانپزشک، شاید از روی ناگهانی به فرد به اون نفری که حالا شما برادر شماست، خواهر شماست، دوست شماست، بگه افسردگی شما ژنتیکیه، این قضیه خیلی سخت برای این فرد تموم میشه و اون فرد دیگه اصلا تلاشی نمیکنه برای خوب شدن، میگه ژنتیکه. آزمون سوم رو آقای لبوویتس انجام داده. اومده تو این آزمون یک شاخصی رو به نام نگاتیو مود رگولیشن میسنجه. یعنی چی؟ یعنی تنظیم خلق منفی. یعنی اینکه شما وقتی یک ترومایی بهت وارد میشه، وقتی یک حال بدی بهت وارد میشه، چقدر میتونی خودت رو رفرش کنی و بیاری بالا، چقدر میتونی روحیه خودت رو شاد کنی یا خلق منفیت رو تغییر بدی. حالا از این بگذاریم. خب از آزمون چهارم هم میگذرم، از آزمون سوم هم میگذرم، ولی خلاصه بهتون بگم تنظیم خلق منفی و توانایی تنظیم خلق منفی خیلی مهمه. اینکه شما بتونید خودت رو، روحیت رو وقتی که حالت بده شاد بکنید.
از آزمون 4 لبویتس میگذرم و خلاصش رو بهتون میگم که این بیشتر مخصوص دانشجویان ارشد و دکتراست. و از اینها گذشتیم تا رسیدیم به نتیجه. خب بریم سراغ نتیجه. چه نتیجه از این بحث میگیریم؟ اولا اینکه دی ان ای سرنوشت ما رو تعیین نمیکنه. ممکنه یک صحبت ما رو به هم بریزه، ولی دی ان ای صرفا سرنوشت ما رو تعیین نمیکنه. عاملی هست که در تعامل با محیط و باورهای ما و خویشتن ما وارد عمل میشه و تمامی اینها تعیین کننده است. پس دی ان ای سرنوشت ما رو تعیین نمیکنه و تنها یک عامله که میاد کنار محیط ما قرار میگیره، کنار باورهای ما قرار میگیره، کنار سبک زندگی ما قرار میگیره و شروع میکنه به ساختن اون، شروع میکنه به بروز اون خاصیت بالقوه‌ای که داره. نکته دوم، اگر به فردی بگیم ژن افسردگی داری، باورهای افراد و نگرش افراد رو عوض میکنه. خیلی مهمه. و افراد خودشون را افسرده تر از اونی که هستن نشون میدن، حتی اگر بهشون توضیح بدی که داشتن ژن سرنوشت شما را عوض نمیکنه. پس بهتره نگیم که شما به صورت ژنتیکی درگیر افسردگی شدی. نکته بعدی رو بهت میخوام بگم که تحقیقات هم ثابت کرده، اگر به فردی بگین چاقی شما بر اثر عوامل ژنتیکیه، این فرد در رژیم گرفتن موفق نخواهد شد و نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. نکته بعدی، وقتی یک آموزش‌های لازم رو ارائه کردن، باورهای افراد کمی تقویت شد. خیلی نکته مهمیه. پس نتیجه میگیریم که استفاده از یک تراپیست و روانشناس و حامی خوب که آموزش‌های لازم رو مدام ارائه بکنه، وقتی ببین یه آموزش رو میدی یه خورده جواب داد، پس میتونه بیشتر جواب بده، پس اون رو ادامه بده. پس آموزش‌های لازم رو ارائه کردن، دیدن باورهای افراد کمی تقویت شدن و این یعنی آموزش دادن تأثیر دارد، هرچند اندک. خلاصه مواردی که رد شدیم گفتم برای دانشجویان دکترا و روانشناسی، اون بخشیش که مربوط به شماست رو میگم. وقتی شرح حال افراد رو با دید اجتماعی نگاه میکنی، مثلا بهت میگم وقتی شما با این دید به فرد نگاه میکنی که این فردی که الان افسرده است به خاطر ناملایمات اجتماعی بوده، به خاطر اینکه فشار بهش وارد شده در زندگی افسرده شده، خب بیشتر باهاش همدلی داری تا اون فردی که بهش گفتن افسردگی شما ژنتیکیه. کدومش قشنگ‌تره؟ طبیعیه که ما دوست داریم طوری بهمون نگاه بشه که واقعیت اینه، طوری بهمون نگاه بشه که انگار ژن ما ایراد نداره، ژن ما سالم بوده، این فشاری که به من از بیرون اومده منو به این روز انداخته و همه ما اینو دوست داریم. امیدوارم سالم و سلامت باشید و هیچ وقت درگیر این بیماری لعنتی نشید. خیلی بیماری سختیه ولی قابل درمان هست، قابل کنترل هست و از یک روانشناس خوب کمک بگیرید، از سبک زندگی خوب کمک بگیرید، از خانواده‌تون خیلی کمک بگیرید که اینها خیلی میتونن بهتون کمک بکنن و از خدا میخوام که بهترین ها نصیبتون بشه. ممنون که تا اینجا با من بودید.